سلام برای بچه، چطورید؟ اومدیم با که ویدیو جدید و خفن از کانال گیم پارسی، گیم خنده. کانال قدیم پارسی بود، حالا گیم خنده. این دفعه اومدیم که بگیم چجوری تم گوگل کروممون رو عوض کنیم. قبل شروع ویدیو لایک و کامنت فراموش نشه، مخصوصا ساب فراموش نشه. بریم سراغ ویدیو. اولین کاری که شما انجام میدید وارد گوگل کروم میشید. بشو تم من الان این شکلی هستش. دو روش داریم. یکی اینجا این پایین این رو میزنیم و حالا ما این پس زمینه های بک‌گراند خودش نوشته، پس زمینه ها رو پس زمینه انتخاب میکنیم، مثل این داونش میکنیم میاره. اما چجوری تم رو عوض کنیم؟ بک‌گراند بود. وقتی اینو بزنید میتونید از چیز بیارید، از خود کامپیوترتون بیارید. گالری من بریم. حالا اینجا رنگشو گفته این بالا چه رنگی بشه، مثلا ما اینو انتخاب میکنیم بالا این رنگی میشه. حالا ما منظورمون اینه که چجوری تم رو عوض کنیم. جستجو میکنیم وب استور یا کروم وب استور رو میزنیم. حالا من زدم اینجا، اگه شما هست بزنید روش. اینجا زده تم میزنیم. نمیدونی فونت هم دانلود کنیم، خیلی هم خوبه. تم ها رو میاره دسته بندی گذاشته. ما این رو میزنیم دست. اوه جیتگیوی پشمام. ما این رو انتخاب میکنیم. ماینکرافت هم داشتم. این رو انتخاب میکنیم، اینو میکشیم اینور اد تو کروم. وای میسید رو دانلود بشه. اصلا نفهمیدیم چند دیگه انقدر سریع بود. اینجا رو باش منتظر وای میسیم و تم ما دانلود میشه. صورتی شد. بیایم تو صفحه اصلی میبینیم که تم ضایع شده. قبلش من باید بیم اینو فعال کنم. مال معمولی خودش و خیلی ایزی تم ما دانلود میشه. مثلا تم ماینکرافت هم بذاریم ببینیم چجوریه. من چشمم به اون خورده. ماینکرافت گشنگی اد تو کروم دانلود. اصلا نمیدونیم چند مگه اینقدر سریع دانلود میشه. خیلی ایزی تم ما دانلود شد. لایک، کامنت، ساب فراموش نشه تا ویدیو دیگه بدرود.